السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. یقینا خانه‌های الله رب العالمین را، مساجد را کسانی را آباد می کند که به الله رب العالمین و به روز آخرت ایمان دارد. عزیزان گرامی، مساجد که خانه های الله رب العالمین بر روی زمین هست، بیوت الله هست. آبادانی مسجد خواهد آبادانی مادی باشه یا آبادانی معنوی باشه، به عبادات و به نماز و به ذکر و به تلاوت قرآن و به حلقات علم، ای را کسای آباد میکنه که به الله رب العالمین و به روز آخرت ایمان واقعی دارد. عزیزان گرامی، تأمل کنید در آیت کریمه که در حقیقت به او کسانی که به مسجد محبت داره، به آبادی مسجد می کوشن، وقت خود را، مال خود را، وسائل خود را صرف آبادانی مسجد میکنه، در حقیقت این آیت سرتیفیکیت ایمانشان هست. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. کسی که به الله رب العالمین ایمان ندارد، به روز آخرت باور ندارد، او در قصه مسجد نیست، نه در آبادی مادی او سهم داره و نه در آبادی معنوی او سهم داره. فلهذا عزیز من، در آبادی مسجد کوشا باش، در آبادی مادی و معنوی مسجد سهم داشته باش، تاکه سهم از ایمان به الله رب العالمین و به روز آخرت به تو متحقق شود. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم.